با حکم دادگاه دعوا در نسبت گروه مسکوی کمک با اجرای پیمان هلسینکی قانع گردانده می شود و آن از روی خط نهادهای قانونی بیرون خواهد شد. با این حکم دادرس میخائیل کازاکوف روز 25 ژانویه قدیمی ترین گروه حامی حقوق بشر در روسیه بسته می شود. گروه هلسینکی مسکو سال 1976 از طرف دانشمندان دیگر اندیش شوروی تأسیس یافته، هدف اساسی آن نظارت اجرای پیمان هلسینکی بود. در اوج جنگ سرد این پیمان می بایست تشنج میان کشورهای غرب و شرق را کاهش دهد. با مرور زمان گروه هلسینکی به سازمان حامی دموکراتیا و آزادی های شهروندی تبدیل یافت. در آخر سال گذشته وزارت عدلیه روسیه ادعا پیش آورد که گروه در مسکو ثبت شده حق ندارد در دیگر گوشه های روسیه فعال باشد. مدیر اجرایی گروه هلسینکی سویتلانا استراخانتسیوا عیبنامه را بی اساس می شمارد. گروه هلسینکی اجرایی لایحه‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی را در سال 2012 قطع کرده بود. اجرای لایحه‌ها با گرانت پرزیدنت روسیه بعد مرگ لودمیلا میخائیلووا رئیس سابق این سازمان متوقف شده بود. 4 سال اخیر ما بدون کدام لایحه به اصطلاح پرواز آزاد داشتیم. ما حقوق شهروندان را حمایت می‌کردیم. ما کوشش می‌کردیم توجه مقامات را به احترام حقوق بشر جلب کنیم. فعالان حقوق بشری روسیه این محاکمه را پیگیری می‌کردند و از احتمال دور نمی‌دانند که حکم بسته شدن گروه هلسینکی با امر حکومت قبول شده است. ما آدمی ساده لحن نیستیم. میفهمیم که این حکم جلای سیاسی دارد. بسته شدن گروه هلسینکی ظاهراً با امر از بالا. دقیق نمیدونیم که در کدام سطح، ولی شاید سطح بلند گرفته شده است. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال گذشته، پرزیدنت روسیه تعقیب دیگر اندیشان، رسانه‌های مستقل، حامیان غیر دولتی حقوق بشر و مخالفان سیاسی را توصیه بخشیده است.